مونتاژ، شاسی، تابلو برق. بریم ببینیم. اول از همه یه آشنایی سریع با قطعات داخل تابلو برق CNC داشته باشیم. مهمترین بخش و در واقع مغز دستگاه کنترلره. همون قطعه‌ای که دستورات شما رو از کامپیوتر گرفته و به زبان سیگنال برای درایور ترجمه میکنه. بعد از اون میرسیم به درایور استپ موتور که حرکت دقیق موتور رو کنترل میکنه و چیزی که باعث میشه کل سیستم روشن بمونه منبع تغذیه است. اما یه بخش خیلی مهم دیگه هم داریم. سنسورها وظیفه دارن موقعیت محور رو تشخیص بدن، نقاط صفر رو مشخص کنن، جلوی برخورد یا خطای حرکتی رو بگیرن. یه نکته مهم اینه که جای سنسورها باید دقیق و محکم تنظیم بشه. حتی چند دهم میلیمتر خطا میتونه کل تنظیم محور رو به هم بزنه. حالا میریم سراغ اصل کاری. اول یه چیدمان کلی قطعات رو داخل تابلو انجام میدیم. بعد مرحله به مرحله میریم سراغ سیم کشی. از کنترلر به درایوها، از درایوها به ترمینال ها و از اونجا به موتورها و سنسورها. موتورهایی که برای محور CNC انتخاب کردیم، استپ موتور 86 برای هر محور و برای اسپیندل هم 1.5 کیلووات آبخنک. در نهایت بعد از تکمیل تابلو برق اون رو روی دستگاه نصب می‌کنیم و سیم کشی نهایی محور و سنسورها رو انجام میدیم تا دستگاه آماده تست بشه. ویدیوی بعدی میریم برای تست.